اون روزی پیش خواهد آمد که همین ملت‌های اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که اونها رو یکسره تسلیم سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردن قیام خواهند کرد. من به شما عرض بکنم فقط این نیست که در کشورهای شمال آفریقا و منطقه غرب آسیا که امروز ما در اینجا قرار داریم اینجاها یک حرکات بیداری به وجود آمده باشه. این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت.